یک جنس سوء استفاده کردن از دیگران اسباب ارتباط اونها با سایر افراد هست. یکی از تکنیک هایی که این افراد استفاده میکنن ایجاد احساس گناه در مخاطب خودشون هست. دقیقاً دست میذاره روی ویژگی ها و نقش هایی که شما قبلا خودتون در اختیار این فرد قرار دادین. گسلایت در رابطه. کدوم رابطه؟ روابط عاطفی، خانوادگی، اجتماعی. شاید زیاد در موردش شنیده باشین و یه مقداری ذهنتون کنجکاو باشه که این اصطلاح گسلایت و رابطه اصلا یعنی چی. من میخوام یک مقداری با ادبیات و مثالهای ساده تر کمک کنم که یه برداشت و فهم کاملتری نسبت به این موضوع داشته باشین. با من همراه باشید. در مورد داستان گسلایت من اینجوری بهتون میگم، در مجموع میتونیم بگیم که در مورد آدم‌هایی به کار میره که یک جنس سوء استفاده کردن از دیگران اسباب ارتباط اونها با سایر افراد هست. حالا این افراد دیگه میتونن همکارهای اونها باشن، میتونن یه رابطه عاطفی باشه، یه رابطه اجتماعی باشه، به هر حال. در مورد یک جنس رابطه سمی میخوام حرف بزنم. رابطه‌ای که توی اون ما فردی رو داریم که باجگیری میکنه و فردی که البته باج میده. پس توی این نمایش ما دو تا فردی رو داریم که یکیشون داره سوء استفاده میکنه، یه بازی روانی خیلی ماهرانه راه میندازه و البته اگر این بازیگر نقش اصلی ما توی رابطه که گفتم هر جنس رابطه‌ای میتونه باشه، یه فردی هست که خیلی حس خوبی به ما نمیده، مطمئن باشید اگر مثلا شما قربانی اون رابطه هستین، شما هم بازی خوبی هستین برای این فرد بازیگر. پس به این موضوع دقت کنین. فردی که یک اصطلاحاً فرد سمی هست، فردی که داره از تکنیک گسلایت استفاده میکنه، فردی که در واقع من میگم بلده که توی یک رابطه چجوری از نقطه ضعف‌های شما استفاده بکنه تا به نفع خودش برای کنترل رابطه یک قدرتی رو کسب بکنه. همبازی داره که معمولاً یه فردی هست که نزدیک اونه، از لحاظ شخصیتی براش آشناست، ویژگی‌هاش رو کامل میدونه و میدونه روی چه آیتم هایی دست بذاره تا بتونه اون فرد رو قلاب کنه در تکنیک خودش برای سوء استفاده از طرف مقابل. اما شاید اینجا یه برداشت بشه توی ذهن ما این که خب پس فردی که داره سوء استفاده میکنه یا باجگیری میکنه احتمالا یه شخصیت فوق‌العاده آزاردهنده سمی بدجنس با سیاسته. نه، خیلی وقتا هم هست که اون طرف واقعا طرح و نقشه‌ای نداره ولی ناخواسته بر اساس اون هم نقطه ضعف‌های شخصیتی خودش یاد گرفته که از این تکنیک ها استفاده بکنه تا شرایط رو تحت کنترل خودش در بیاره. این رو یادتون نره، فکر نکنید افرادی که سمی هستن و دارن از دیگران زندگیشون سوء استفاده میکنن الزاماً آدم‌هایی هستن که خیلی قدرتمند هستن، اعتماد به نفس بالایی دارن، پس به خاطر همین هست که میتونن شرایط رو کنترل کنن. نه، فردی که میاد از نقطه ضعف شما به نفع خودش برای یک کنترلگری در رابطه استفاده میکنه و یک روش بالغانه نداره، اتفاقا نه، آدم ضعیفی تعریف میشه، حالا در ساختار و جایگاه خودش. خب بریم سراغ این که اصلا ببینیم یک فرد گسلایتر یا فردی که داره از شما سوء استفاده میکنه از چه تکنیکی استفاده میکنه. خب ببینیم فردی که داره از دیگران زندگیش سوء استفاده میکنه از چه آیتم ها، از چه ابزاری استفاده میکنه که میتونه توی یک رابطه اون قدرت رو داشته باشه و یک کنترلی داشته باشه که اتفاقا اینجا نکته مهم، حتی شما اگر
قربانی این فرد هستین خیلی متوجه نمیشین اوضاع از چه قرار هست، چون یه جوری ماهرانه پیش میره که شما دچار دوگانگی میشین. اینکه واقعا من دارم مورد سوء استفاده قرار میگیرم یا اینکه نه واقعا این من هستم که مشکل دارم. افرادی که باجگیری عاطفی میکنن و از شما سوء استفاده میکنن، دقت کنین ماهرانه کاری میکنه که شما دچار شک و تردید میشین، چون اصلا یکی از تکنیک هایی که این افراد استفاده میکنن ایجاد احساس گناه در مخاطب خودشون هست. احساس گناه به چه شکلی؟ اینکه مثلا شما دچار تردید میشین که آیا واقعا توی این داستان مقصر من هستم یا طرف مقابل. ببینین کاری میکنه با کلمات خودش، تحقیرها، سرزنشها، اینکه همه در موردت اینو میگن، اصلا چجوری امکان داره تو اینطوری فکر بکنی، اصلا مگه میشه اینقدر سطحی به موضوع نگاه کنی، همه در مورد تو میگن که فلان ویژگی رو داری، اصلا میدونی داری چقدر من رو اذیت میکنی، و واژه های این چنینی میاد و شما رو دچار تردید میکنه. یعنی ماهرانه به شما القا میکنه اونی که مقصر داستان هست تو هستی. خب حالا تیکه بعدی داستان، از اونجایی که شما قبلا خودتون رو به عنوان یک فردی که احساس مسئولیت بالایی داره، یه آدم متعهد و وظیفه شناس خودتون رو معرفی کردین، الان از همین فاکتور استفاده میکنه تا اون احساس گناه رو ایجاد کنه. معمولا افرادی که در مقابل دیگران حس مسئولیت پذیری بالایی دارن و شاید بدون اینکه دیگران از اونها بخوان بارها و حتی افراطی به دیگران کمک میکنن. حالا توی هر موضوعی باشه، بحث همکاری باشه، رابطه عاطفی باشه، والد فرزندی باشه، خودتون رو همیشه آماده به خدمت معرفی میکنین. در این صورت فکر کنین فردی که میخواد از شما سوء استفاده کنه و در واقع بیاد و یک احساس گناه در شما ایجاد کنه، از این ویژگی شما بلده که ماهرانه استفاده کنه. شما بارها یه خدمتی رو کردین، یه لطفی رو کردین، الان کاری میکنه که بشه وظیفه شما و یک احساس گناهی رو ایجاد میکنه که شما چون آدم مسئولیت پذیری هستین و بارها اون کار رو کردین، الان دچار تردید میشین که احتمالا من مقصرم که کمکش نمی کنم، احتمالا من مقصرم که اینجا فلان حرف رو نمیزنم، فلان همراهی رو ندارم، فلان خدمت رو نمی کنم. دقت کنید، چون شما این ویژگی ها رو بارها و بارها به نمایش گذاشتین و معرفی کردین من چنین آدمی هستم، پس این فرد میتونه از اونها بر علیه خودتون استفاده کنه. اما بحث اینه که چرا اینقدر به صورت تکراری میتونه از این آیتم ها استفاده کنه؟ چون غالبا یه ویژگی دیگه هم در شما هست، ترس و اضطراب. شما احتمالا خودتون رو آدمی معرفی کردین که از نبودن این فرد در کنار خودتون به عنوان همکار، به عنوان نمیدونم شریک عاطفی خودتون، والد خودتون ترس دارین و چون قبلا ترس ها رو در شما شناخته، پس الان میتونه از این احساس ترس شما مثل یه سوختی استفاده بکنه تا از ابزارهای خودش، یعنی احساس گناه و اون مسئولیتی که در شما یک نمره خیلی افراطی داره، خیلی ماهرانه استفاده بکنه و شما رو قلاب کنه در خواسته های خودش. دقت کنین، فردی که داره از شما سوء استفاده میکنه، فردی که یک جنس باجگیری عاطفی داره، دقیقاً دست میذاره روی ویژگی ها و نقش هایی که شما قبلا خودتون در اختیار این فرد قرار دادین و اون چون آدمی هست که نمیتونه خواسته هاش رو بالغانه مطرح بکنه و یا شاید اونقدر احساس خود کمبینی در خودش داره که فکر نمیکنه اگر بالغانه با شما ارتباط بگیره میتونه یک ارتباط منطقی داشته باشه و خواسته هاش رو در حد معقول داشته باشه، دست میزنه به چنین بازی های روانی و کنترل رابطه رو به یک شیوه سمی و بیمار در اختیار خودش میگیره.
اگر میخواید از چنین رابطه‌ای بیرون بیاید، اول سعی کنید یک نگاهی از بیرون به اون سناریوی ارتباط خودتون با طرف مقابل داشته باشین. خیلی بالغانه نگاه کنید، نه از زاویه احساس، چون اگر از زاویه احساسات خودتون به داستان نگاه بکنین، من از الان میگم از پیش باخته هستین، چون این دقیقاً همون چیزی هست که اون فردی که داره از شما سوء استفاده میکنه، مادر، پدر، همسر، پارتنر، همکار، هر کسی که باشه، دقیقاً از زاویه احساسی داره وارد میشه و نمیذاره شما بالغانه فکر کنید. این دفعه بیاین بالغانه و منطقی طبق یک فرمول مسئله رو بنویسید و مطرح کنید. آیا واقعاً اینجا سهم من اینقدر خدمت دادن هست؟ آیا واقعاً من اینقدر مسئولیت و تعهد به عهده من هست؟ آیا اینجا واقعاً من هستم که مقصر هستم؟ بالغانه بشینین، منطقی موضوع رو بررسی کنین، بدون از احساسات. چون باز هم تاکید میکنم اگر احساسات خودتون رو وارد این جریان بکنید، دوباره توی اون چرخه معیوب با اون فردی که داره از شما سوء استفاده میکنه گیر میکنید و نمیتونید از قلاب اون فرد بیرون بیاین. اینجوری هست که نه تنها در چنین محیطی و با چنین تکنیک هایی، در هر رابطه‌ای میتونم به شما قول بدم که اگر متوجه بشین ترس های من کجاست، زیر ترس های من چه چیزی خوابیده، مرزهای من کجاست، من تا کجا مسئول هستم و فرای اون نه، مرزهای طرف مقابلم کجاست، تا کجا میتونه پیش بیاد و فرای اون عملا داره حقوق من رو ضایع میکنه. اینجاست که میتونین روی این ویژگی های خودتون کار بکنین و بتونین یک رابطه ای رو برقرار بکنین که احساس اقتدار و خودباوری شما اتفاقا روز به روز تقویت بشه و از چنگال افرادی که سوء استفاده گر هستن بیرون بیایید.